تفاوت آدمای بی پول و ثروتمند فقط توی موجودی حسابشون نیست، توی ذهنیت و نگاهشونه. من حمیدم و این درس سوم از 20 درس مالی در 20 روزه. میخوام یه چیزی رو همین الان امتحان کنی. فرض کن میخوای یه ماشین بخری. توی ذهنت بگو از پس پولش بر نمیام. میبینی؟ توی ذهنت هیچ اتفاقی نمیفته. ذهنت دیگه فکر نمیکنه. حالا به جای اون بگو اگر چیکار کنم میتونم ماشین رو بخرم. چطوری از پس پولش برمیام؟ میبینی یه فرقی کرد؟ ذهنت باهات ارتباط برقرار میکنه و شروع میکنه به فکر کردن و میره دنبال راه حل. این تفاوت ذهنیت کمبود و فراوونیه. دلیلیه که شاید به خاطرش کلی موقعیت از دست داده باشیم. برای پیشرفت، برای فرصت و مکالمه با یه سری افراد گاهی وقتا باید یه خرجی رو کم کنی. گاهی وقتا باید یه مهارت جدید یاد بگیری یا اینکه حتی کارتو عوض کنی یا به منبع درآمد جدیدی فکر کنی. ولی وقتی میگی نمیتونم یا از پسش بر نمیام، انگار دنبال راه حل نیستی. جای اینکه اولویت‌ها رو عوض کنی فقط به قسمت پولش فکر کردی. کمبود یه چیز واقعیه. وقتی پول کافی وجود نداشته یا به مشکل جدی مالی خورده باشی، ذهنت سعی میکنه خیلی راحت به خیلی چیزا بگه نه. در واقع سعی میکنه تو رو توی یه جای امن نگه داره. ولی این امن بودن و پیشرفت دو تا چیز مختلفن. ذهنیت افراد ثروتمندم اینطوری نیستش که پولی که نداری رو تصور کنی داری. درباره اینه که سوال درست بپرسی. جای فکر کردن به محدودیت‌ها، به آپشن‌ها و موقعیت‌های مختلف فکر کنی. مثلا جای این که بگی امروز نمیتونم برم کافه، به این فکر کن که میخوای این هزینه رو کنی یا نه. خیلی وقتا جواب هر دوشون ممکنه یکی باشه ها، ولی یکی محدودیته، یکی تصمیم. یه چیزی که به خودت میگی از پس هزینه‌اش برنمیای چیه؟ اگه سوالاتو عوض کنی فرقی میکنه؟ این 20 درس مالی در 20 روزه، درس بعدیمون هم فرداست. فالو کن که فراموش نکنی.